ترک‌خوردگی میوه در مرکبات. خب دوستان، تو باغ مرکبات هستیم. پرتقال همه تامسون، البته زیاد فرقی نمیکنه، تمام درختان مرکبات منظورم هستش. دوستان، ما باید توی باغداری وقتی که تصمیم به احداث باغ گرفتیم باید تمام اصول کار رو از پایه طبق نظر کارشناس کار درست، کسی که بتونه به شما در امر باغبانی کمک کرده باشه و سابقه خوبی داشته باشه رو حتما باید از نظراتش استفاده بکنید، در کنار تجربه باغداران قدیمی. دوستان ببینید، این آرزه که میبینید ترک‌خوردگی میوه مرکبات رو ما بیشتر وقتی که به انتهای دوره رشد میوه میرسیم مشاهده میکنیم. امروز 20 شهریور ماه هستش و واسه این ویدیو با شما به اشتراک بذارم. دوستان ببینید، باغداری ما باید اصولی انجام بدیم طبق آزمایش آب، خاک، برگ. اینا همه رو که به درستی انجام دادیم، کارهای درست باغبانی رو به موقعش سمپاشی ها، معلول پاشی ها، آبیاری ها رو حتما باید انجام بدیم. در این خصوص که همون ترک‌خوردگی میوه بحث امروز ما هستش، ما نکات خوبی رو باید توجه داشته باشیم. دوستان ببینید، آبیاری خیلی مهم هستش. یعنی ما نباید کاری انجام بدیم که درخت ما وارد شوک بشه، چه آب و هوایی باشه چه آبیاری باشه، بارندگی های شدید. ما باید با هواشناسی در ارتباط باشیم و اطلاعات روز داشته باشیم و اینها دونستنش خیلی مهم هستش. شما که باغدار هستید حتما باید به این نکات توجه داشته باشید. علت هایی که باعث میشه میوه های درخت شما ترک بخوره و به این شکل در بیاد، مهمترین عاملش استفاده بیش از حد از کودهای پتاسیمی هست. یعنی کشاورز فقط یاد گرفته کودهای پتاسیمی استفاده کنه، چه آبیاری چه محلول پاشی. فقط کودهای پتاس بالا در برنامه کاریتون دارین و بزرگترین مشکلش این هستش. و مشکل دیگه هم نوسانات آبی، آب و هوایی اینا میشه. یعنی شما یک دوره میاین یه دفعه آبیاری سنگین انجام بدین یا بارندگی های زیادی انجام میشه. اگه باغ شما دارای باغبانی اصولی انجام داده باشین، زهکشی های خوبی داشته باشه، اون آبیاری سنگین هم زیاد تاثیر چندانی رو برای شما نداره. البته تو این باغ به تعداد زیادی درختان به این شکل نشده و اینا طبیعی میتونه باشه. شما باید این نکات رو توجه داشته باشید که اول فصل، یعنی شما از خرداد ماه میتونید برای مرکبات تو منطقه شمال کشور، ما شهر ساری هستیم، محلول پاشی کودای کلسیومی از برندهای خوب بازار رو حتما محلول پاشی رو انجام بدین. دقت کنید که کودای کلسیومی رو به تنهایی باید استفاده بکنین، مگر اینکه روی اون شرکت سازندش یک ترکیب خاص و منحصر به فردی داشته باشه، اون بحثش شده و در غیر این صورت حتما باید محلول پاشی کودای کلسیومی رو به تنهایی انجام بدین، چون که قابلیت اختلاط با سایر کودها رو نداره. این نکات مهم رو حتما در نظر داشته باشید. شما میتونید اواخر اردیبهشت ماه و توی خرداد ماه اولین محلول پاشی‌هایی رو که میخواد انجام بدین، میتونید از کودای کلسیوم دار که اون کلسیومی باشه که داره اسید آمین هم باشه که خیلی چه بهتر هستن، اونا رو حتما باید تو برنامه‌تون داشته باشید. اول پس میاین کودای کلسیوم و محلول پاشی انجام میدین، به فاصله 2 هفته بعدش شما میتونید کودای ریز مغذی، جلبک دریایی، اسید آمینه و یا حتی پتاس بالا طبق نیاز درختاتون میتونید حتما اونا رو توی برنامه کاریتون داشته باشید. کلسیوم که شما محلول پاشی انجام بدین، درخت میوه رو یه سایز رو، یعنی چند روز بعد
شما افزایش سایز رو قابل محسوسی رو میتونید مشاهده بکنید و خاصیت اینو داره که حالت کیستانی داره و نمیذاره که میوهتون ترک بخوره مثل این میوه. یعنی شما اول اگه بیاین پتاسیم و محلول پاشی انجام بدین باعث کمبود کلسیم میشه و این حالت تشدید میشه. توجه داشته باشید اگه طبق آزمون خاکتون گفتن که کلسیم خاکتون خوب هستش و این ترک ها رو شما زیاد دارین از خرداد، تیر، مرداد ماه، شما باید بدونید که این کلسیم جذب نمیشه. شما باید از طریق آبیاری و به صورت ریشه‌ای حتما کودهای محلول های استفاده بکنید که دارای اسید باشن، مثل اسید امفوریک که بهترین نوعش هستش و جوابگو هستش، باعث جذب عناصر میشه، خصوصا کلسیم رو. آبیاری گفتیم نقش مهمی داره. نوسانات دمای بارندگی ها اینا حتما باید اسیدامینه استفاده بکنید. جلبک دریایی اینا میتونه کمک کنه. اسیدامینه ارگانامین جزء بهترین ها هستش. جلبک دریایی مارمارین جزء بهترین ها هستش. اینا رو حتما میتونید استفاده بکنید. ارزون و به صرفه. شما باید فکر همه جوش بکنید، هم جواب بگیرید هم ارزون باشه، چون بادای هزینهش بالاه. اگه این کارا رو به درستی شما انجام بدین تا حد زیادی میتونید از ترک خوردگی میوه درختان مرکباتتون جلوگیری بکنید. اصول باغداری رو حتما رعایت بکنید. و یکی از محلول پاشی دیگه که میتونه به شما کمک کنه در انتهای فصل، سیلیکات پتاسیم هم میتونه در این بخش خیلی کمک کننده باشه. یعنی شما محلول پاشی سیلیکات پتاسیم از برندهای خوب بازار هم میتونید استفاده بکنید. در سطح کم عادی هستش و مشکل ایجاد نمیکنه، ولی اگه در سطح بالای شما این ترکیدگی ها رو دارید باید بدونید که استفاده زیاد از کودهای پتاسیمی انجام دادین، یا اینکه ریشه شما کلسیم رو نمیتونه جذب بکنه، یا اینکه تنش های آب و هوایی شدیدی داشتین یا آبیاری بیش از حدی داشتین و غیر منظم. مثلا شما میایین این سری 2 ساعت آب میدین، بعد یه دفعه 20 روز بعد میایین 8 ساعت آب میدین. این تعادل و نظم رو به هم میزنه. اگه این نکات رو به خوبی انجام بدین تا حد زیادی از این مشکل شما کم میشه. امیدوارم ویدیو مورد توجه شما قرار گرفته باشه. موفق و پیروز باشید.